سلام، خوش اومدیم به این ویدیو از آموزش نرم افزار ایلاستریتور. در این ویدیو میخوایم یکی از ساده ترین ولی میشه گفت یکی از کار راه اندازترین ابزارهای نرم افزار ایلاستریتور رو بهتون معرفی کنیم. ابزاری با نام شیپر. این ابزار یکی از ابزارهایی که کارهای مختلفی رو انجام میده توی نرم افزار ایلاستریتور. کارهاش رو میتونید در این قسمت ببینید. خب، در طراحی لوگو خیلی از این ابزار استفاده میشه. یکی از ابزارهایی که در طراحی لوگو به شدت ازش استفاده میشه. میبینید که چه لزومی داره که از این ابزار استفاده کنید. جلوتر که بریم داخل پروژه های تمرینی، در طرح‌های واقعی که حالا انجام میدید میبینید که خیلی پرکاربرد هست و کار رو اندازه کارهاش زیاده. یکی از کاراش چیه؟ نکنید من اگر بیام با این ابزار مثلا اینطوری مثلث بکشم، برای من سریع مثلث ایجاد میکنه. بیام یه اینطوری ایجاد کنم، برای من یه مربع. اینطوری بزنم، برای من یه دایره. اینطوری برای من یه مستطیل. یه خورده حالت دایره ایش کنم، برای من یه حالت بیضی ایجاد میکنه. کلی کار میتونیم از طریق این ابزار شیپر انجام بدیم. میبینید که برامون تشخیص میده که مثلا منظورم از کشیدن این یک مثلث و برای من اون رو رسم میکنه. این یکی از کارهایی که ابزار شیپر انجام میده. کار دیگه ای که این ابزار انجام میده اینه که حالا همون چیزی که خودش داره میده، یه سری ادغام هایی رو میتونیم به کمک این ابزار انجام بدیم. مثل با همین خودش یه چند تا شکل ایجاد کنم. میخوام این شکل ها رو با هم ادغام کنم یه جوری. خب، چجوری این ادغام رو انجام میدیم؟ کافیه که بیام این جایی که استروک هست خطشون بزنم. به همین سادگی. میبینید مثلا این جایی که استروک هست خطش بزنم، این جایی که استروک هست خطش بزنم. میبینید تمامی شکل ها رو برای من چیکار میکنه؟ میاد این شکل ها رو برای من ادغامشون میکنه. اینو باید کنیم. پس دومین کاربردش هم یه حالت هایی مثل ادغام هست. کاربرد زیاد داره. همه قابلیت های شیپر رو، توانایی های شیپر رو نمیتونیم بهتون بگیم و وقت نمیشه. نکن این قسمت یه دونه دایره ایجاد میکنم، یه دونه دایره هم اینجا و میام یکیش رو یه رنگ، بذار من یکیش رو انتخاب کنم. مثلا این رو انتخاب میکنم رنگ سبز و این رو انتخاب میکنم و رنگ قرمز بهش میدم. خب، کار دیگه که ابزار شیپر برام میتونه انجام بده این که رنگ ها رو به دیگه انتقال بدیم. مثلا من رنگ قرمز رو انتقال بدم به رنگ سبز. خب چجوری؟ اگر میخواید هر رنگی رو انتقال بدید اون یکی، از اون مثلا شیپ شروع کنید. مثلا قرمز رو میخوام انتقال بدم به سبز، از این قرمز شروع میکنم، یه چند تا خط اینطوری میکشم. اگه خواستید رنگ سبز رو بدید به قرمز، از این سبز شروع کنید و انتهاتون حتما رنگ قرمز باشه. به همین سادگی در انتقال رنگ ها میتونم از این ابزار استفاده کنم. مثلا این آبجکتی که اینجا هست مثلا یک رنگ آبی بهش بدیم. خب، یک استروک با ضخامت بالاتر هم بهش بدیم و اوکی. حالا میتونم به کمک ابزار شیپر خب بیام و قسمت فیلش رو پاک کنم. چجوری؟ کافیه که تو این قسمت فیل یه خطی بزنید. اگه خواستین استروک هم پاک کنید یا این آبجکت رو پاک کنید، میتونید روش خط بزنید. از این کارها میتونم با ابزار شیپر انجام بدم. باز یه سری کارهای هست که میتونیم از طریق این ابزار انجام بدیم و این ابزار یه ابزار کار راه اندازی که تو نرم افزار ایلاستریتور وجود داره و تو بحث طراحی لوگو یکی از پرکاربردترین ابزارهای ایلاستریتور.